پرده های تار و ستار و روش پرده بندیشون یکسان هست، با این تفاوت اندک که در تار معمولا ما از پرده های با قطر بیشتر استفاده میکنیم، در ستار با قطر کمتر. جنس پرده ها میتونن از روده گوسفند، روده تابیده گوسفند، یا نخ ماهیگیری یا نخ مصنوعی پرده که جدیداً نوع خیلی خوب اون هم تولید شده که یک بافت زبری روش وجود داره که باعث میشه صدادهی شبیه به پرده‌های طبیعی و روده گوسفند باشه. کاتکود یا کتکود که همون نخ بخیه هست که در پزشکی استفاده میشه که روده تابیده گربه به حساب میاد، و همچنین پرده های فلزی. بهترین اینها تجربه که من داشتم این هست که از همون روده های گوسفند و حالت قدیمی استفاده کنیم، چون واقعیت اینه که با اینکه اینها عمرشون کمتره و سریعتر از بین میرن، ولی واقعا در صدادهی ساز نقش بهتری رو ایفا میکنن. میشه گفت از 100% صدای ساز اگر در نظر بگیریم، شاید هولوش 10 تا 15% به واسطه همین روده های گوسفند تغییر میکنه و بهتر میشه، بهبود پیدا میکنه. نخ ماهیگیری با اینکه عمرش زیاده، چون بافت خیلی صافی داره، اون زنگ مورد نیاز ما رو در ساز تامین نمیکنه. نخ مصنوعی یا پرده ها اشکالاتی دارن، از جمله اینکه در قسمت گره هایی که میزنیم شست رو خیلی اذیت میکنن. عمرشون البته بیشتره ولی با صدادهی خیلی خوبی ایجاد نمیکنن. کتکود یا کاتکود صدادهی خوبی داره، شاید نوازندگی باهاش هم راحت تر جلوه کنه، چون یک بافت محکم صافتری داره و مثلا در ویبره ها خیلی راحت تر میتونیم عمل کنیم. عمرش هم البته بیشتره ولی خب گرونتر هست و شاید مردم به صرفه نباشه. پرده های فلزی هم که توسط برخی نوازندگان پیشنهاد شده با یک ریلی که در پشت دسته قرار میگیره برای اینکه بتونیم و این پرده های فلزی رو جا به جا هم حتی بکنیم. صدادهی تیزی دارن و شاید به خاطر همین زیاد مورد نظر نوازندگان نبودن و خیلی نوازندگان راضی نیستن که با این نوع تارها نوازندگی کنن. از محاسن این سیستم فلزی این هست که در ستار و تار میتونیم تعداد پرده پایین دسته اضافه کنیم و البته خب این حالت با سیستمی که وزیری هم سفارش داده بود به آقای عشقی برای تارهایی که دستشون دسته وزیری مانند هست که میتونیم تا 2 اکتاو پایین، یعنی در از 3 اکتاوی کنیم تار رو، قبلا استفاده شده و در اونها پرده‌های طبیعی هم میشه بست که در از استخوان دسته یه مقدار روی پوست بیشتر اومده جلو و میتونیم چند پرده‌ای در پایین قرار بدیم. از اشکالات پرده‌های فلزی این هست که نوازنده از بالا از پشت که به دسته نگاه میکنه پرده ها رو خوب نمیتونه ببینه، چون پرده ها در تار زیاد هستن ممکنه نوازنده دچار اشکال بشه. موقعی که از پرده های طبیعی گوسفند استفاده میکنیم که همون روده تابیده هست، چون اینها ضخامت استانداردی ندارن، بهتره که کل مجموعه پرده ها رو باز کنیم و از ضخیم به نازک مرتبش کنیم و از بالا دسته که شروع میکنیم به پایین دسته میایم قسمت ضخیم‌تر رو برای بالا دسته و قسمت‌های نازک‌تر رو برای پایین دسته استفاده کنیم که هم این جلوگیری میکنه از گز زدن، چون وقتی پرده جلویی از پرده عقبی کلوفتر باشه پرده عقبی گز میزنه، چرا که موقعی سیم رو میگیریم سیم تحت تماس قرار میگیره با پرده پایین‌تر. برخی تعداد لایه‌های پرده ها رو در تار و ستار به دستگاه شور ربط میدن، شور سرخ
یعنی معتقدن اونهایی که 4 لایه بسته میشن چون در شور صلح استفاده میشن 4 لایه بسته شدن از قدیم. در تعدادی از اینها ست میکنه، در تعدادی ست نمیکنه. بنابراین شاید این عنوان مناسب نباشه. مثلا در میبکار بالا دسته ما 4 لایه میبندیم، در صورتی که این پرده نقشی در شور صلح ایفا نمیکنه. این تعداد لایه ها کمکی هست برای چشم نوازنده که راحت پرده ها پیدا کنه. بعضی از 3 لایه هستن کمتر خودشون نشون میدن، بعضی 4 لایه هستن بیشتر خودشون نشون میدن. بر اساس استاندارد یحیی من در پرده بندی که استفاده میکنم در تار یک سری ارقامی رو معرفی خواهم کرد که نوازندگان اگه دوست داشتن میتونن از اینها استفاده کنن. این تحت تاثیر گام 24 رو به پرده استاد وزیری هست و کوکی هست که با تیونر به طور دقیق به اون شکل در نظر گرفته. البته باز مطمئناً این اندازه ها نسبت به تارهای مختلف متفاوته. حالا چیزی که ما در نظر گرفتیم فاصله نوک شیطانک تا خرک 66.3 سانتی متر خواهد بود و اکشن هولوش 4.5 تا 5 میلیمتر. به همین دلیل پرده‌ای که معرفی میکنم لایه هاش رو هم میگم. این سیستمی هم که من استفاده کردم با سیستم وزیری هست، 28 پرده. فواصلی هم که گفته میشه از شیطونک تا پرده مربوطه قسمت بالای پرده رو در نظر بگیریم، نه قسمت وسط پرده یا قسمت پایین پرده مربوطه، قسمت بالای پرده. ره بمول 3 لایه‌ای بسته میشه، 3.6 اندازه ها به سانتی متر است. ره کرون 4 لایه‌ای 5.4، ره 4 لایه‌ای 7.3، می بمول 4 لایه‌ای 10.6، می کرون 3 لایه‌ای 12.3، می 4 لایه‌ای 13.1، فا 4 لایه‌ای 16.4، فا سوری 3 لایه‌ای 18.1، فا دیز 3 لایه‌ای 19.3، سول کرون 3 لایه‌ای 26، 20.6، سول 4 لایه‌ای 22، لا بمول 3 لایه‌ای 24.4. برخی این لا بمول رو 4 لایه‌ای هم میبندن ولی من همیشه 3 لایه‌ای. لا کرون 25.7، 4 لایه‌ای. لا 3 لایه‌ای 26.9، سی بمول 4 لایه‌ای 29، سی کرون 3 لایه‌ای 30.2، سی 3 لایه‌ای 31، دو 4 لایه‌ای 33، ره بمول 3 لایه‌ای 34.8، ره کرون 3 لایه‌ای 35.7، ره 4 لایه‌ای 36.7، می بمول 3 لایه‌ای 38.3 که برخی 4 لایه‌ای میبندن، می کرون 3 لایه‌ای 39، می 3 لایه‌ای 39.9، فا 4 لایه‌ای 41.3، فا دیز 3 لایه‌ای 42.7، سول 4 لایه‌ای 44.1، لا بمول 3 لایه‌ای که البته من معمولاً 1 لایه‌ای یا 2 لایه‌ای نهایتاً میبندم، 45.3. برای جدا کردن پرده های مستعمل و از بین رفته یا کهنه شده در تار با یک تیغ تیز
به این شکل عمل میکنیم که داخل این شیاری که وجود داره تیغ رو قرار میدیم و پرده ها رو یک به یک پاره میکنیم و بعد دور میریزیم. در قسمت پایین دسته هم به همین شکل عمل میکنیم و یک به یک اینها رو پاره میکنیم. مراقب هستیم که تیغ کاترمون از شیار بیرون نزنه که آسیبی به ساز وارد نشه. قبل از اینکه پرده ها رو جدا کنیم از ساز، میتونیم در جاهای قبلی که مرتب بودن یه علامت هایی روی دسته یا میتونیم در کنار دسته برای اینکه زیاد پیدا نباشن قرار بدیم. البته این علامت گذاری شاید ساز روی مقدار کثیف کنه و زیاد کار جالبی نباشه. ضمن اینکه بعد از باز کردن پرده ها برای تمیزکاری بهتره که ما یک دستمال مرطوب روی دسته بکشیم که آلودگی های دست که قبلا روی دسته به جا مونده از بین بره و دسته کاملا تمیز بشه. حتی توصیه میشه که برای تمیزکاری بهتر از یه سنباده خیلی نرم برای روی دسته استفاده کنیم و یه مقدار دسته رو سنباده بزنیم. الان دسته برای انداختن پرده ها آماده است. برای انداختن پرده ها ابتدا به این شکل عمل میکنیم که پرده رو به صورت مورب قرار میدیم، این مقدار اضافه تر با انگشت نگه میداریم، با انگشت چسبم در این قسمت نگه میداریم. از پشت یک دور پرده رو میگردیم میایم بالا. باید توجه داشته باشیم که جای پرده بالاتر از جایی که میخواد قرار بگیره باشه، چرا که مثلا اگر 1-2 سانت بالاتر پرده رو ببندیم بعد موقع صفر کردن و اینکه مرتبش کنیم میاد در جای مربوطه خودش خیلی محکم قرار میگیره، ولی اگر در جا قرار بگیره در همون جای مربوطش قرار بگیره دقیقاً دیگه حالت شل خواهد داشت و به مرور زمان شلتر هم میشه. بر اساس اندازه هایی که قبلا گفته شد با خطکش فلزی اندازه میگیریم. به عنوان مثال پرده اول که الان ما میخوایم لابه رو ببندیم از بالا، یعنی از شیطونک 3.6 سانتی متر خواهد بود. برای ما سعی میکنیم مثلا هولوش 2 سانتی متر از اینجا ببندیم و بعد سفتش کنیم به مرور زمان. برای پرده اول لابه مول ما 3 لایه میبندیم، 3 دور این رو میگردونیم، 3 تا رگه میبینیم و بعد که این 3 دور تموم شد هر بارم که البته میپیچیدیم به سمت چپ میومد، یعنی اگر این بار دوم ما باشه بار سومی از چپ میاد. بعد که به این مرحله رسیدیم میایم پرده رو از این رگه شیاری که وجود داره به این شکل رد میکنیم، به این شکل سفتش میکنیم، با چسب نگرش میداریم. اون طرف این قسمت رو میاریم پایین تا زیر شیار، باز سفت نگه میداریم که در نره. این بار اینی که از اون طرف آورده بودیم اینور، این پرده رو دوباره باز از زیر برعکس انجام میدیم. بعد اینی که از اینجا آورده بودیم پایین از زیر این یکی رد میکنیم و میدیم داخل این حلقه‌ای که به وجود اومده و بعد پرده رو سفت میکنیم محکم.
و بعد اضافه پرده ها رو میچینیم. پرده ما آماده است. بعد که سیمان انداخته شد این رو کاملا مرتب میکنیم و طبیعتا پایین میاریم. باید توجه داشته باشیم که پرده هایی که در قسمت پایین تر میخوایم ببندیم سعی کنیم نزدیکتر باشه. حالا مثلا در قسمت بالا اگر 2 سانت فاصله دادیم برای بستن پرده، اینجا 1 سانت یا 75 سانت 75 میلیمتر فاصله بدیم، چرا که در اینجا شیب بیشتر شده و طبیعتا با کمی اضافه کردن، کمی پایین اومدن پرده سفت میشه و اگر خیلی بالا ببندیم ممکنه در پایین آوردن پرده تحت فشار قرار بگیره و پاره بشه. در قسمت پایین تارهایی که دارای میخ هستن یا دارای سوراخ‌هایی هستن طرح استاد پوریا، تقریبا به یک شکل عمل میکنیم. از یک پرده بلند به طوری که به همه اینها برسه استفاده میکنیم. اگر هم پرده به اون شکل نداشتیم مجبوریم در میانه راه با گره زدن پرده در نقاطی که نزدیک به این میخا هست اون رو به صورت یه تیکه ادامه بدیم. برای این قسمت پایین دسته ابتدا یک گره کوچیک در نظر میگیریم، میندازیم دور میخ به این شکل، کمی سفت میکنیم و بعد دور اول خودمون رو میپیچیم. در این قسمت پایین دسته دور دوم سمت راست میفته، برعکس بالا که سمت چپ میافتاد سمت راست میفته. الان چون من پرده می رو میبندم، سلای بعد که تموم شد اینجا دور میخ به این شکل رد میکنم و میام روی پرده بعدی، دور میخ بعدی، و همین کار رو ادامه میدم تا انتها. معمولا پرده آخر رو یه لایه میبندیم، چرا که روی پوست قرار میگیره و میخوایم که نازک‌تر باشه، ولی خب میتونیم 2 لایه یا 3 لایه هم ببندیم، فرق چندانی نخواهد کرد. بعد که پرده آخر بسته شد به این شکل میایم نگرش میداریم، اضافهش رو میچینیم و بعد از زیر اینجا رد میکنیم به این شکل و بعد یک گره در اینجا ایجاد میکنیم که دیگه قرص محکم بشه و صاف بتونه بایسته و جهت اطمینان بیشتر تعداد این گره ها رو 2 یا 3 تا ادامه میدیم. به این شکل پرده های پایین دسته آماده است. اضافه اون رو میشیم. فقط باید در نظر داشته باشیم که پرده که انتخاب میکنیم از ابتدا تا انتها، یعنی از بالا دسته تا پایین دسته، سعی کنیم یک ضخامت پرده ها از زیاد به کم باشه، یعنی در پایین دسته ضخامت ها کمتر باشه، ضخامت پرده، قطر پرده باید پایین تر بیاد تا ساز گز نزنه. چون اگر پرده های بالایی از پرده های پایینی نازکتر باشن، طبیعتا سیم وقتی روی پرده بالاتر قرار میگیره یه مقدار به پرده پایینی میگیره و صدای گزمانندی میشنویم. برخی پرده ها رو یه مقدار نرم میکنن، با یه دستمال نرم روی پرده ها میکشن قبل از انداختن که معتقدن وقتی که خوش میشه سر جای خودش خیلی محکم میشه. بنابراین در این روش باید سعی کنیم
پرده ها رو نزدیکتر ببندیم. چرا که اگر خیلی بالا ببندیم و بیاد پایین ممکنه پرده اون خاصیت الاستیک خودش رو از دست بده، چرا که قبلا اون رو کمی تر کردیم. اما برای عمر بیشتر تجربه من نشون داده که نیازی به خیس کردن نیست. باز برخی از سازندگان ساز میان برای انداختن پرده ها از مقداری موم استفاده میکنن، یعنی موم رو به پرده میکشن و آغشته به مومش میکنن که عمرش بیشتر بشه و چربی کمتر، رطوبت دست و چربی دست کمتر بهش تأثیر بگذاره. ولیکن باز از لحاظ صدادهی این روش توصیه نمیشه و انداختن پرده ها به صورت عادی به نظر من بهترین روش است.